روسیه شب 30 آگوست سال 2023 به سنگین‌ترین حمله هواپیماهای بی‌سرنشین طی 1.5 سال جنگش به ضد اوکراین دچار شد. مقامات 6 منطقه روسیه از شهر اشغال شده سیواستوپل از حمله‌های درون‌ها خبر دادند. حمله از همه سنگین را شهر پسکوف، مکان بود و باش چندین قسم حربی ارتش روسیه دچار شد. شب گذشته در پسکوف، فرودگاهی که در آن هم هواپیماهای ملکی و هم هواپیماهای حربی نگاه داشته می‌شوند، هدف حمله قرار گرفت. نشریه پسکوفسکای گوبرنیا درباره حمله دست کم 10 درون خبر داد. در عکس و ویدیوهای نشر شده دیده میشد که از داخل فرودگاه علنگه دود و آتش به آسمان بلند می شود. خبرگزاری تاس گفت که در نتیجه حمله شبانه در فرودگاه پسکوف 4 هواپیماهای حربی نقلیاتی تمغه ایل-76 آسیب دیدند. وزارت ولایت‌های فوق‌العاده روسیه نیز آسیب دیدن هواپیماها را تصدیق کرد، ولی شماره‌اش آن را نگفت. اندری اوسوف، نماینده اداره جاسوسی اوکراین، گفت به معلومات آنها 4 هواپیمای ایل-76 از بین برده شده، چندین هواپیمای دیگر آسیب دیدند. حمله به پسکوف ظاهراً بزرگترین حمله به پایگاه هوایی ارتش روسیه در رقیبگاه به شمار می رود. گفتن است که پسکوف از اوکراین تقریباً 800 کیلومتر دور است و برای رسیدن به آن درون‌ها از اوکراین باید قلمرو بلاروس را نیز عبور کنند. هرچند مقامات روسیه در پی حمله‌های درون‌ها همیشه اوکراین را عیبدار می‌کنند، ولی کیف تا به حال یگان بار مسئولیت حمله‌های هواپیماهای بی‌سرنشین به داخل قلمرو روسیه را به دوش نگرفته است و این خبرها را معمولاً شرح نمی‌دهد. والی ولایت پسکوف میخائیل وردینیکوف گفت بر اثر حمله‌های اخیر کسی آسیب ندیده است، ولی پروازها توسط فرودگاه پسکوف تا روز پنجشنبه بیکار کرده شدند. پسکوفسکای گوبرنیا نوشت که هدف حمله می توانست بعضی محصولات نفتی در داخل فرودگاه باشد، ولی بر اساس فرضیه دیگر هدف حمله می توانست پایگاه حربی چریخینه باشد. در این پایگاه پولک 104 دسانتی جایگیر شده است. این پولک سال 2022 در عملیات اشغال شهر بوجا در ولایت کیف اشتراک کرده بود. بعد آزاد کردن بوجا در آنجا دهها مورد قتل عام ساکنان ملکی از سوی ارتش روسیه آشکار گردید. وزارت مدافع روسیه همچنین درباره سقوط دادن 3 هواپیمای اوکراینی در آسمان ولایت برینسک و یک درون دیگر در ولایت اریول خبر داد. صبح 30 آگوست والی برینسک الکساندر بوگوماز از حمله با 3 درون خبر داد و گفت هر 3 نیروهای ضد هوایی سقوط دادند. شب 30 آگوست وزارت مدافع روسیه از سقوط دادن یک هواپیمای بی‌سرنشین در ولایت کالوگ خبر داد. والی این ولایت ولادیسلاو شپاش گفت این منطقه را 2 درون حمله کردند، ولی یکی از آنها به انبار خالی محصولات نفتی افتاد و باعث سوختار شده است. والی سیواستوپل میخائیل رزوژف خبر داد که شبانه درون‌ها به بندر مرکزی این شهر از سوی روسیه هنوز سال 2014 اشغال شده حمله کردند. روسیه 24 فوریه سال 2022 با بهانه حمایت از اهالی روزبان دنباس به اوکراین حمله کرد و نقشه داشت که در پی همگی چند هفته ارتش اوکراین را تورمور کرده در کیف حکومت به مسکو صادق را رو به کار بیاورد، ولی با گذشت 1.5 سال مسکو نتوانست به هدفهای خود در اوکراین نائل شود و در باتلاق جنگ اوکراین به طور خیلی جدی و ظاهراً برای مدت طولانی درمانده است.